یکی دیگر از مراتب توحید، توحیدی در ربوبیت است، توحیدی در تدبیر. ربوبیت به معنای تدبیر امور، گرداندنی مثلا اموری هستی، کارگردانی. ما علاوه بر این که باید معتقد باشیم که خدا در ذات یگانه است، در صفاتش همتایی ندارد، در صفات و اسمای حسنایش، در آفرینش خدا یگانه آفرینش هستی خداست. همچنین باید معتقد باشیم خداوند نه تنها ذات یگانه، آفریدگار یگانه، خالق تنها و در صفتهایش همتا ندارد، بلکه نه، این امور هستی را فقط خدا میگرداند. ما باید هم اعتقاد داشته باشیم به این. اگر کسی معتقد باشد که خداوند خدای یگانه است، آفریدگار یگانه هم هست، صفاتش هم در صفاتش هم همتا و شریک ندارد، خیلی خوب، اما تدبیر امری این جهان هستی را، بعضی از این کارگردانی جهان را، بعضی از این اموراتش را به دیگران واگذار کرده است به گونه مستقل. مثلا اگر چنین اعتقادی داشته باشد، این هم مشرک میشه. از نظر اعتقاد دینی اسلامی ما مجاز نیستیم. باید معتقد باشیم کارگردانی تنها، رب، هم کارگردانی رب، تدبیر کننده یگانه هستی فقط خداست. متوجه هستید؟ حتی مشرکان زمانی پیامبر، نه همه اشون، برخی از این مشرکان، اینها در خدا را نه تنها در ذات و خالقیت مثلا معتقد به توحیدی در این مراتب بودند، بلکه معتقد به توحید ربوبیت هم بودند. ما در آیتی هست در قرآن میگوید از اینها بپرس که کیست که این آسمان ها و زمین را میگرداند و روزی میدهد. روزی دادن هم یکی از روزی بندگان را دادن هم یکی از تدبیر امور هستی است دیگه. بعد میگویند خداست، یعنی معتقد به توحید ربوبی هم بودن، اما چرا مشرک دانسته داشتن حالا خواهیم گفت. حالا اگر کسی سوال کند که مگر در مورد فرشته ها خدا نگفته است که اینها مدبرانند؟ ما هست آیتی داریم، مگر این معارض با ضد این گفته اعتقادی که شما گفتید نیست؟ جوابش این است. ببینید، همون طوره که در مورد توحید در خالقیت عرض کردم، کارگردان مستقل خداست. اگر بعضی از تدبیر جهان هستی را به بعضی از مخلوقات مثلا فرشتگان واگذار کرده است، فرشته ها، ببینید بعضی فرشته ها هستند اینها کارشان مثلا ارسال پیام وحیه، مثلا حضرت جبرائیل وظیفه اش پیام الهی را میرساند، یا حضرت عزرائیل وظیفه اش میراندن است. کسی عجلش فرا رسید، این عزرائیل میاد جانش میگیره. یا ما بعضی فرشته ها داریم که در مثلا قیامت اینها حضرت اسرافیل این سور می نوازند. خب دیگه فرشته ها هم هستند. کارگردانی جهان هستی، بعضی از افعالی که در این جهان هستی هست، اینها به دست اینها واگذار شده است، اما نه به گونه مستقل. چون این تصور نشود که خداوند مثلا میراندن را به دست عزرائیل داده است و خودش دیگه کاری نیست. نه، خداست که انسان را جانش را میگیرد هنگام مردنش، یتوفی الانفس حین موتها. خداست. اما اگر حضرت عزرائیل را مأمور کرده است، چون کارهای خداوند، همه کارهای الهی، من یکی از بحث‌های قضا و قدر اینو گفته بودم، یادی دوستان باشد. ببینید کارهای خداوند متعال از اون
طبق سنت خودش، قانون خودش که علیت و معلولیت هست انجام میگیرند. اگر قرار باشد خداوند یک موجودی به نام گوسفند را گفتم بیافریند، همینطوری که نمیآفرد لپی از آسمان، نه، از طریق علل خاصه، علتهای خاصه که یک گوسفند نرینه باشد و مادینه باشد و اینها با هم آمیزش کنند و بعد این پیدا بشود. ببینید از طریق علل و اسباب. در عین اینکه تمام این علتها در مجموع اینها تکیه به خدا دارند، از خودشان هیچی ندارند. اگر تأثیر و اینها هم انسان ها دارند، پس اراده دارند، اینها مربوطی ربطی محضند، وابستند. یعنی یک لحظه از عنایت خدا نباشد ما هیچیم، تمام موجودات. این فرشته ها هم در این سلسله علت ها قرار گرفتند. لذا در آنجا که یک انسان هم جانش گرفته میشد، این خداست که جانش میگیرد. کسی هم معتقد باشد که عزرائیل در جان ستاندن مستقل است، این علیاذ بالله کافر مشرک میشد. متوجه هستید؟ لذا نباید خلق کرد. این مسئله توحید مسئله خیلی نازک به قول خود ما تاجیک‌ها، مسئله خیلی دقیق. متوجه هستید؟ یکی دیگر از مراتب. پس خب نتیجه چی شد؟ ما تا اینجا چی گفتیم؟ موحدی واقعی، توحیدگرای واقعی از نظر اسلام، از دیدگاه دینی مبین اسلام، یک این خدا را در ذات یگانه بداند، معتقد به تو خدا نباشد علیه بالله، خدا را در صفات و اسماء الهیش به همتا و به شریک بداند و خدا را در صفاتش به مخلوقاتش تشبیه نکند که اگر کرد مشرک خواهد بود. یکی از دیگر از مراتب توحید، توحیدی در خالقیت بود، یعنی کاری آفریدن، آفرینیش را فقط از آن خدا بداند. یکی دیگر از مراتب توحید، توحیدی در ربوبیت، یعنی کارگردانی جهانی هستی هم کارگردانی واقعی خداست. اگر روزی را خدا، اگر ما روزی داده میشویم، این خداست که ما روزی، رزق و روزی میدهد. متوجه هستید؟ ما باید معتقد باشیم به این و این تفسیرش هم در جای خودش حالا توضیح می شود که حالا ما کسی کار میکنه خودش که مثلا پول میآورد، نه، آره دیگه خودش، اما تمام اون اسباب و وسایلی که برای به دست آوردن رزق این در واسطه قرار بگیرن، همه اینها بسته به خدا دارند، تکیه به خدا دارند، قوامشون به خداست، از خود هیچی ندارند. تصوری نسبت مخلوقات با خدا کاری سخت است. حالا یکی دیگر از مراتب توحید، توحیدی در الوهیت است، توحیدی در عبادت، خیلی مهم هم هست. ببینید اسلام از ما همان طوری که میخواهد خدا را در ذات، در فعل، در تدبیر، همون ربوبیت، در اسما و صفات خدا را یگانه بدانیم و شریک قائل نشیم، همچنین از ما میخواهد خدا را تنها برای خدا عبادت کنیم، فقط خدا را ما پرستش کنیم. اگر یک نفر به این مراتبی گفته شده معتقد باشد اما در توحیدی در الوهیت، همون عبادت، کسی را با خدا شریک سازد، این هم مشرک میشه. این مشرکای زمانی پیامبر خیلی از اینا، نه همه‌شون، به این مراتب معتقد بودند، معتقد به توحیدی در ربوبیت بودند، اما در توحیدی در الوهیت، یعنی در عبادت، میگفتند خدا یگانه خداست، خدا آفریدگاری تنهاست، خدا رب ماست، تدبیر کارگردانی ماست، در صفات و نمیدونم اسماء و حسناش همتایی نداره. اما نه، ما وقتی عبادت میکنیم به کسی دیگر هم غیر از خدا عبادت میکنیم، دیگه اینا مشرک میشن و مشرک دانسته شدن به همین خاطر. اگر لات و عزا و هبل و اینها را عبادت میکردند مشرکا، به این خاطر نیست که اینها را خدا بدانند. خوب بدانید اینها را خدا نمیدانستند. این لات و هبل و عزا و اینها یه مجسمه هایی بودند، مجسمه هایی از افرادی صالحی که در گذشته بودند. مثلا شاید در زمان خودشان اینا آدمای خوبی بودند. خب بالاخره این مشرکا هم ریشه در ادیانی توحیدی دارند اینها، یعنی
مشرکین عرب در ابتدا اینها در دین حضرت اسماعیل بودن. حضرت ابراهیم 2 فرزند داشت، یک فرزندش اسحاق بود که همین دین بنی اسرائیل تقریبا از حضرت اسحاق دیگه پیامبر و تمام پیامبران بنی اسرائیل فرزندان اسحاق هستند. یکی دیگر از فرزندان حضرت ابراهیم اسماعیل بود که ساکن در حجاز بود. خب تاریخش مفصل دیگه، حالا باید در جای دیگر اینا تاریخش نقل کنیم. خب اون عرب های ساکن در جزیره العرب، حجاز و اینجاها همه در ابتدا پیرو دینی حضرت اسماعیل بودند، یعنی ابراهیمی، در دین ابراهیمی بودند. با گذشت و مرور زمان این دین تحریف شد، بعد مشرک شدند. مشرک چی؟ یعنی همین لات و عزا و هبل و بتانی که داشتند، اینها میگفتند نمیدونم این افراد هبل و اینها در زمان خودش افرادی صالحی بودند و به خدا نزدیک بودند، بعد از مردند و رفتند دیگر ما به اینها عبادت میکنیم، نه اینکه خدا باشند، نه آدمای خوبی هستند، اما عبادت میکنیم که پیش خدا شفیع ما باشند، مثلا پیش خدا ما را روسیا نکنند مثلا. اما این شرک است، یعنی توحیدی در الوهیت، توحیدی در عبادت. خیلی باید آدم مواظب باشد. انسانی که در تمام مراتب توحید خدا را یگانه بداند و اما در عبادت بیاد کسی را با خدا شریک سازد، کسی دیگر را پرستش کند، این میشود مشرک علیاذ بالله. خیلی باید مواظب. البته در اینجا چند تا شاید اشکال مطرح است که این برادران سلفی وهابی مطرح کردند این اشکال ها را. البته اینها هم از زبان ابن تیمیه و بیشتر از زبان محمد ابن عبدالوهاب که مدعی است یک اصلاحگرا و نمیدونم فلان ظهور کرده است با ادعای اصلاح. یک سری از اعتقاداتی مطرح کرده که در زمانش این نادرست بودند. این آدم آمد و بهانه مبارزه با شرک خیلی از مسلمانان را از اسلام، از دایره اسلام، از دایره توحید خارج کرد و خیلی ها را کشت در این جزیره، شبه جزیره عربستان، همین حجاز. حکومتی درست کردن، این حکومتی آل سعود از همان زمان است. و حالا من چند تا این اشکال اینها را مطرح و پاسخش را هم خواهم داد و بعد شاید در جلسه امروز را هم خاتمه میدهیم. و اما اولین اشکالشان این است